اینمی حادثه های اخیری که در مسکو شد نشان داد که ملکی بیگانه هرگز وطن نمیشد. سالها 10 سالها تمام ساختمان‌های همی کشور مهاجری ما ساخت، لیکن روزی که اندک گپ شد میگه براید روید به وطنتون. این یک طرف. دوم این که بینید ما قهر کرده رفته می وطن مثلا نکوهش کرده، شکایت کرده، بلیت گرفته در ایرپورت صورت گرفته، خواهی من رفتم گفته رفتم، لیکن نمی قدر مشکل بیاید باز خسته همی جمعی. چونکه تنها جایی که سرپناهی ملت تاجیک است انمی تاجیکستان، پس انمی جمهوری تاجیکستان، انمی وطن عزیز ما، انمی یک فایزی که امروز در دست ما از سرزمینی بزرگ تاریخی ما مانده است. این آخرین جزیره، یادتون گیرید، آخرین جزیره، آخرین پناهگاه، آخرین شانس، آخرین امکانیت ملت تاجیک برای صاحب دولت، صاحب وطن، صاحب حاکمیت سیاسی بودن است. ما دیگر یگان جای در جهان امروز نداریم که تاجیک در اونجا سخن داشته باشه، حکومت داشته باشه، حقوق داشته باشه، زبان داشته باشد. این آخرین جایی است که ما همچو تاجیک روی منبر با غیرت گپ میزنیم، روی زمین با باوری میستیم که اینجا وطن ما، اینجا سرزمین ما، اینجا جایی که زبان ما، فرهنگ ما، حقوق ما، منفعت‌های ما، هستی ملی ما بقا می‌یابد و حفظ می‌شود. بنابراین ما چی میگیم که پس تاجیکستان این یک فایزه که در دست ما مانده است و این آخرین شانس ماست. دیگر جای فروختن، جای معامله کردن، جای باختن، جای گذشت کردن ندارد و بقای ملت تاجیک همچون ملت با باقی ماندن و حفظ شدن تاجیکستان همچون دولت امروز هم معناست. یعنی اگر همی دولت از بین رود، تاجیک هم همچون ملت کم کم نابود شده می رود، چنانه که در آسیای مرکزی دیدیم، چنانه که در افغانستان شده است. انا برای همین ما چی میگیم؟ میگیم پس حفظ جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی دیگر مسئله سیاسی، فرهنگی و تندوستی نیست. این مسئله حیات و ممات تاجیکان است. یعنی ما میگیم حفظ تاجیکستان یعنی حفظ تاجیکان همچون ملت، همچون فرهنگ، همچون ارزش. از این رو مبارزه ما با همین خطرها که حالی در بارش گپ میزنیم، این پیش از همه مبارزه ما برای حیات خودمون، برای حیات همین دولت، برای بقای همین ملت است. انا از همین سبب ما بسیار حساس به این نگاه میکنیم. از همین سبب وقتی دولت وطن میگیم، هر کس که همون ناموس دارد، همون علمی تاریخ دارد، سرنوشتی خونین پیش رو میارد، آوازش میلرزد. انا برای همین ما وقتی که موضوع وطن میاد، موضوع ملت میاد، موضوع دولت میاد، باید دقیق میره درک کنیم که سخن درباره حیات و ممات ملت میره، سخن درباره منفعت هر یکی ما میره، زیرا ما هر کی هستیم در همین وطن هستیم. شما بینید اینمی حادثه های اخیری که در مسکو شد نشان داد که ملکی بیگانه هرگز وطن نمیشد. سالها 10 سالها تمام ساختمان‌های همی کشور مهاجری ما ساخت، لیکن روزی که اندک گپ شد میگه براید روید به وطنتون. این یک طرف. دوم این که بینید ما قهر کرده رفته می وطن مثلا نکوهش کرده، شکایت کرده، بلیت گرفته در ایرپورت صورت گرفته، خواهی من رفتم گفته رفتم، لیکن نمی قدر مشکل بیاید باز خسته همی جمعی. چونکه تنها جایی که سرپناهی ملت تاجیک است انمی تاجیکستان،
تنها جایی که از امریکا هم فشار شود همینجا گریخته میایی، از روسیه هم، از چین هم، از این، از کره جنوبی ولی اومدن. چرا؟ چون که انمی خانه ما، پناهگاه تاریخی ما. از زمین رو از که من گفتیم وقتی که با همی تهدید کنن ما دیگه جای آرامش نداریم، ما دیگه به طرف نیستیم.